خدا رو شکر برای یک روز دیگه، برای یک جمع ایمانداران خداوند که در میان ما کار میکنه، افکار ما رو مرتب بکنه، از دنیای بیرون ما رو جدا بکنه تا بتونیم در کنار هم دیگه از کلام او، از اونچه که از جانب او صادر شده برکت بگیریم و بتونیم دانش خداوند رو از طریق تورات و انجیلش دریافت بکنیم. بحث‌های گذشته ما در مورد حروف الفبا تا حرف خط تموم شده بود. من این حروف رو مرتب اینجا همش رو گذاشتم به صورت جدول. ببینید الف شماره 1 به 2 همینطور ادامه پیدا میکنه. خط میشه عدد 8 و تت که عدد 9 هست امروز مطالعه میکنیم. منتها وقتی به عدد یود میرسه، عدد 10 میشه انتهای شماره اول. بعد به کاف و غیره که میرسه میشه 20 30 40 50 60 90 100. بعد به قش که میرسه میشه 200 300 و 400. اینجوری این حروف رو عدد گذاری کردم. من نمیدونم کی این کار رو کرده، ولی اون چیزی که مسلمه باش خیلی چیزا رو میشه انجام داد. ما به این میگیم گیمتریا. گیمتریا یعنی هم شاید بشه مثل جیومتری، هندسه یا مثلثات. من دیگه نمیدونم اینا رو، ولی این رو میدونم که این اعداد کمک میکنن خیلی وقتا. مثلا گفتیم وقتی حرف الف در کنار ب میشینه میشه اب، میشه پدر، و بت خود شمارش 2، یعنی یک زن و یک شوهر میشن خونه، بیت. الف شمارش 1 وحدانیت خداوند و غیره و غیره. خب و چیزهای مثلا وقتی این حروف با هم جمع میشن چه اثری داره یا چه چیزی رو به ما میفهمونه. و اینا مهم هست به خاطر اینکه بعداً وقتی یه مقدار عمیق‌تر میشیم در کلام میتونیم از اینا چیزهای استخراج بکنیم که معمولاً سرسری از روش میگذریم. خب با این توصیف بدونیم که از اعداد 1 شروع میشه تا 400، منتها به این ترتیب اینا عوض میشن. یعنی تا عدد یود که میرسه شماره ها تک رقمی هم، بعد میشن 2 رقمی، بعد میشن 3 رقمی. الف بت تا انتها که میرسه به تت. و این پایین هم برامون حروف آخر رو نوشته. حروف آخر مثلا این نون هست. نون در انتهای کلمه که میاد به این صورت نوشته میشه، در صورتی که معمولا خود نون چجوریه؟ کجاست؟ این نون هست. خب حالا بهش نرسیدیم. نون آخر به این صورت نوشته میشه. نون آخر این شکلیه، یا این شکلی بگیم، مثل یه واو میمونه منتها خیلی بلندتره. و پ انگار این چونش رو میگیرن بازش میکنن. اینجا نگاه کنید مثل صورت یه انسان میمونه. اگه پیداش بکنم اینجا ببین مثل نیمرخ یه آدم میمونه، ولی این چونش رو بگیریم بکشیم پایین این شکلی میشه پ آخر. اینا مهمه. تو یونانی هم ما اینا رو داریم، تو فارسی هم ما داریم. پ مثلا پ وسط داریم و پ آخر که حالت کاملش هست. و چند تا حروف، 4 تا حروف اینطوری ما داریم. حالا بعداً به اینا میرسیم. برای اینکه گیج نشیم اجازه بدید تت رو امروز شروع بکنیم. حرف تت شماره عددی 69. حالا بریم نگاه بکنیم ببینیم چه چیزی رو به ما میفهمونه. حرف تت نهمین حرف الفبای عبری است. همچنین در تعدادی از الفبای زبان‌های سامی دیگر به اشکال مختلف دیده میشه. ما خودمون هم داریم. ما زبانمون سامی نیست، ما ایندو اروپایی هستیم، یعنی هندی اروپایی میشه تقریبا. زبان ما میره به طرف شرق، بیشتر میره به طرف هندوچین. به همین خاطر از زبانهای سامی فاصله میگیره. منتها چون الفبای ما حالا شاید به خاطر حملات اعرابی غیره الفبای ما شد شبیه الفبای اونها، ولی زبانمون زبان ایندو اروپایی است. و اینکه زبانهای سامی میگه به دیگر اشکال مختلف ظاهر میشه، همونطور که از نام آن مشخص است. تت تلفظش هست تت. حالا بعدا بهش میرسیم توضیح بیشترشو. برخی معتقدن که معنای ت، صدای حرف تت، مربوط به حرف فینیقی به همین نام است
که معنای آن چرخ است. این شکلی بوده. حالا چجوری از زبان فنیقی به عبری این رو اتصال دادن یا رفتن قرض کردن، به خاطر اینکه زبانها در طول تکاملشون، به خاطر اینکه خب جوامع با همدیگه رفت آمد داشتن و بیشتر به خاطر مسائل بازرگانی به هم نزدیک می شدن، میخواستن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، کلمات رو از هم دیگه قرض میکردن، حروفی جدید یاد میگرفتن، نوشتاری داشتن برای رسیدشون، برای مثلا مکاتباتشون، و همین خاطر این حروف جابجا میشدن، قرض میشدن یا با هم دیگه اشتراک پیدا میکردن جوامع. حرف تت با ارزش عددی 9 ماه بچه دار شدن هست. این رو بعداً باید بدونیم که همونطور که قیافه تت پیداست، مثل یک رحم میمونه که در درونش یه دونه بچه است. یه بچه اینجا هست و این شکل رو به معنای بیشتر میگن به معنای یک بذر مقدس، بذر مقدس، holy seed اینجا میگه. و حتی خود عدد 9 هم قیافش خیلی شبیه تت هست. به هر صورت اینکه تت به معنای ظرف یا رحم هست. خب اینقدر اینجا یاد میگیریم. حالا بعداً میدونیم که تت یه دونه مار چنبره شده هم هست، یک مار چنبره شده است که خودشو جمع کرده. حالا به اونم الان میرسیم. یک توضیح کوتاه راجع به این که نبرد ابدی بین خیر و شر هست. چرا؟ ما 2 تا کلمه داریم، یکی میشه طهور، خدا کنه که من این رو نوشته باشم تو اسلاید بعدی. طهور به معنای پاکی و پاکیزگی و طمع یعنی ناپاکی، ناخالصی. و خدای ما خدایی هستش که هر دو اینا رو در کنار همدیگه نگه میداره. آمریکایی‌ها یه حرف قشنگ میزنن، میگن گاو سیاه از سبزه سبز میخوره و شیر سفید میده. این کارهایی که در طبیعت صورت میگیره برای ما عجیبه، ولی خداوند ما قادر هست از ناپاکی‌ها، فرض کنید حتی کودی که ما پای درخت میریزیم ناپاکه، ما حتی بوشو دوست نداریم، دست بهش نمی، ولی از همون درخت یک به اصطلاح تغییر و تحولی درش ایجاد میکنه و یه میوه شیرین به ما میده. پس تمام این تحولات رو، درسته که در طبیعت و علوم طبیعی ما این چیزها رو میخونیم، حلاجی میکنیم، ولی کل طبیعت رو بخوایم در نظر بگیریم کار دست خداست. ما در جوامع اختلافات رو میبینیم، ولی در درون یک اتم نگاه کنیم، با اینکه مثلا نوترون و پروتون با هم بار منفی دارن، بار مثبت دارن، با هم دیگه مخالف هستن، ولی در کنار هم دیگه به شدت هم دارن میگردن، ولی هیچ وقت هم چیکار نمیکنن، از کوره در نمیرن، در همونجا در کنار هم دیگه هستن. اینها کار خداست که ما میبینیم. نبرد ابدی بین خیر و شر همراه است که نمادی است از مار پیچیده شده در یک سبد. مار نشان دهنده خوبی پنهان است. اگه یادتون باشه خداوند به موسی گفت مار رو بگیر. مار رو معمولا از پشت گردنش میگیرن، یعنی خرخره‌اش رو میگیرن، بقیه بدنش فقط میجنبه، کاری نمیتونه زیاد بکنه مگه اینکه بپیچه دور دست بال ما، ولی شما اگه بتونی خرش رو بگیری دیگه نمیتونه به اصطلاح حرکتی انجام بده و ما میتونیم کنترلش بکنیم. منتها خداوند به موسی گفت مار رو از دمش بگیر. این اون به اصطلاح هنری هست که ما میباید داشته باشیم، بهش میگن برکتی در پنهان. تو انگلیسی هم ما زیاد استفاده میکنیم blessing in disguise، یعنی برکتی در پنهان. میگه از دمش بگیر. وقتی اون رو به اون صورت میگیره انگار ما رو میگن از دمش بگیر آویزون بمونه، نمیتونه بالا بیاد و دور دست ما بپیچه، مثل عصا وای میسه. به هر صورت دیدیم که همون ماری که خب خطرناک بود عیسی ازش پرهیز کرد، بعد وقتی خداوند گفت اون اطاعت کرد، اون مار وسیله خوبی شد برای اموری که در آینده داشت. از اون عصا چقدر استفاده مختلف کرد، در حالی که سبد نشان دهنده ماهیت متناقض خیر و شر هست. خیر و شر در این سبد هست، ولی اون خود سبد
این ماهیت رو نشون میده که خدا میتونه خیر و شر رو در کنار همدیگه نگه داره. وقتی سوار کشتی نوح میشدن، خداوند بهش گفت از طمع و تحور بردار، یا از تحور و طمع بردار. و اون شناخت رو خدا در ذهن نوح گذاشته بود. کی به نوح گفت مثلا این تمیز اون ناتمیزه؟ اینا رو در کلام خدا میگه فراست. میگه یعقوب دو تا دستش رو به صورت ضرب در بر سر افرایم و منسه گذاشت. وقتی یوسف اومد او رو تصحیح بکنه گفت میدونم پسرم، میدونم. یعنی یک علم درونی، تو یونانی بهش میگه ناستیک، علم ناستیکا. شنیدین ناستیکا؟ یعنی اون علومی که پنهان هستن، خیلی تو فلسفه راجعش صحبت میکنیم، لغتش از اونجا میاد. به هر صورت یک علم درونی هست. ببینید شما وقتی مثلا توی خانواده زندگی میکنید، بابا میگه برو کاسه سبزه رو بردار بیار، یا مثلا پیشگوشتی قرمز رو برای من بیار. خب بچه‌ها اون خونه میدونن، سری میرن اونو برمی‌دارن میارن، چون میدونن بابا اونا رو کجا میگذاره، مامان تو آشپزخونه چه جوری مثلا کاسه ها رو کجا میچینه و غیره. ولی ماها که تو اون خونه زندگی نمی‌کنیم نمیدونیم. این افرادی که دور و بر خدا بودن، زیاد باش راه میرفتن، چیزایی میدونستن که افراد عادی نمیدونستن. وقتی به نوح گفت برو از طمع و تحور بردار بیار، اون بلافاصله رفت اون چیزی که میشناخت رو سوا کرد برایش آورد. یعنی بین اونا گفت از اینا 2 تا بردار، از اونا 6 تا بردار، خب یا 7 تا بردار، یا همچین شماره‌ای. به هر صورت اینکه طمع و تحور رو باید بشناسیم و در مسائل آیینی اینا خیلی مهم هستن. وقتی شما از قبرستان رد میشی طمع میشی، یعنی ناپاکی از نظر آیینی، نه اینکه مثلا چیزی رو بدنت پاشیده یا چی شده، بلکه اون آیین خداوند رو شکستی، یک حالتی، یک ناپاکی بر تو نشسته و اون رو میباید با خاکستر گوساله قرمز اون رو تمیز میکردن، طهور میکردن. ما میدونیم طهور خیلی کلمه نزدیک به ما، طاهر یعنی پاکی و طمع یعنی ناپاکی. همینطور در مورد حیواناتی که قابل خوردن هستن و اونایی که قابل خوردن نیستن. این طمع و طهور رو خداوند به مردم خودش آموخت و غذاهایی که ما میگیم کوشر هستن، کشروت، از همونجا میاد. و اینا رو بشناسیم و بنا به کلام خدا زندگی بکنیم. طمع و طهور رو پس باشه آشنا شیم. هر دوتاشون هم با حرف تت شروع میشن. خیلی جالبه. خب اینجا تت خود کلمش به معنای خاک رس هست. میبخشید این خط قاطی شده. تت یود تت میشه خاک رس. و این کلمه ابتدای کلمه، این حرف ابتدای کلمه توو هست. توو ما قبلا باشه آشنا شدیم. توو به معنای خوب هست. توو. وقتی خدا زمین و آسمان رو خلق میکرد، در هر آیه‌ای که خلقتش به پایان میرسید میگفت و خدا دید که نیکوست. نیکوست. گفتیم بوکر توو یعنی صبح بخیر، خیریتی درش هست، نیکویی درش هست و زیباست. اون رو خداوند توو نامید. توو با حرف تت شروع میشه، واو بت. این اولین بار در تورات ظاهر میشه در پیدایش با آیه 4. میگه و یرا الوهیم ات هاور کی توو. میگه و خداوند دید، الوهیم دید که نور زیباست. اور نور که زیباست. خداوند دید که نور زیباست، گفت کی توو و یفدل، و خداوند تبدیل کرد یا فیما بین اونها به اصطلاح سوا کرد. الوهیم سوا کرد بین، گفتیم بین، فیما بین دو چیز، یادتونه؟ بین هاور، بین نور، و بین خوشخ، بین نور و تاریکی خداوند فاصله انداخت، جدا کرد اونها رو از هم. این تبدیل از همونجا میاد.
گفتیم غذای هفدلا شبای شنبه روز شنبه تقدیس شده رو از روزهای معمولی جدا میکنه، به همین خاطر بهش میگن هفدلا. این تفضیل هم از همونجا میاد، یفدیل، تبدیل، همه اینا ریشش تقریبا یکیه. و یفدل الهیم بین هاور و بین هخوشخ. در عبری شما میخوای یه بین رو بگی 2 بار تکرارش میکنی، میگه بین من و بین درخت. بین من و بین درخت یه دوچرخه هست، مثلا اینطوری 2 بار تکرار میکنی بین رو. به هر صورت این آیه 4 از فصل اول کتاب پیدایش هست. تو، نیکویی، خوبی، مقدار عددی حرف بیانگر حقیقت و ابدیت هست. چرا؟ چون همون که گفتیم یک نوع تناقض هست بین طهور و طمع. اینجا دوباره تکرار کرده. طهور یعنی کلمه پاک، طاهر، و نجس یا ناپاکی میشه طمع. هر دو با حرف تت شروع میشوند. این نشان میدهد که خدا تنها کسی است که نماد خیر الهی است، قدرت تولید پاکی و ناپاکی، هر دو خالص و ناخالص را برای ایجاد یک تت، همون حرف تت داره. ماری رو در چنبره نگه میداره، ولی اگه راهش رو بلد باشیم چجوری بهش نزدیک بشیم، این رو بیشتر در مثل مناقشه نیست، ولی بیشتر راجع به خانم‌ها به کار میبرن. یک زن و شوهر، یک مرد باید بدونه که چگونه با زنش رفتار بکنه. اگر روشش صحیح باشه اون عصای دستش میشه، اگر روشش ناصحیح باشه جنگ حاصل میشه. بین ایش و ایشا گفتیم هر دوتاشون شبیه هم دیگه هستن. ایش و ایشا قبل از این که آدم و حوا گناه بکنن اسمشون آدم و حوا نبود، اسمشون بود ایش برای مرد، ایشا برای زن. گرچه این دوتا کلمه شبیه هم هستن ولی معنیشون کاملا متفاوت است. ایش یعنی قدرت، قوت، ایشا یعنی ظرافت، شکنندگی. پس ببینید این دوتا خداوند گفت من به تو کمکی میدم. حالا در پیدایش به این میرسیم. گفت من به تو کمکی میدم که درست نقطه مقابل توست، متضاد توه، ولی بهت کمک میکنه. چجوری کمک میکنه؟ مثلا یه زن میگه این کمد که اینجا هست اتاقو زشت میکنه، بعد میگه حالا تو اینو تکون بده. اون قوتش از جانب این میاد، ولی از نظر فکری اون زنی که تصمیم میگیره. وقتی هم جا به جا میشه، دوتایی با هم کنار میان، در محبت کار رو انجام میدن، میبرن اتاق زیبا میشه. خب میگه یک کمکی به تو میدم که درست نقطه مقابل توه، ولی این تضاد باید بین این دوتا حل بشه. و جالب هست که ایش و ایشا هر دوتاشون یود رو دارن که اسم خداونده، یا. اگر اون یا رو از بینشون برمیداریم میشه اش میشه آتیش. یعنی خدا در بین ایش و ایشا نباشه این دو مجموعهشون میشه آتیش. پس این قوت خداست که برگردیم اگر به جدول اولمون گفتیم یه بیت، یه خونه از 2 تا تشکیل میشه، یه مرد و یه زن، ولی این خدا هست، شماره وحدت 1 هست. وقتی بین این دوتا میان کلام خداوند میگه تناب سلایه هرگز پاره نمیشه. ما اگر بخوام مشکلاتمون رو خودمون حل بکنیم تقریبا غیر ممکنه، ولی وقتی خدا دخالت میکنه این تناب سلایه هرگز پاره نمیشه. همه اینا به هم مربوط میشه. ایش و ایشا، طمع و طهور، تضادی که در یک سبد هست، مجموعه‌ای که دست خداوند هست. میگه دست خداوند آبها رو در گودی خودش نگه میداره. این خداوند هست که همه ما رو در بر میگیره، ذرات اتم رو در بر میگیره. اگر یک دونه از اونها از جای خودش خارج بشه، همون انفجار اتمی که ما میگیم به خاطر اینه، چون یکیشون از مدار خارج میشه و بیرون میجه و تمام چیزها رو خراب میکنه. ولی ما میبینیم که تنظیم این دنیا، آرامش این دنیا، شالوم خداوند هست که همیشه ما رو در آرامش نگه میداره. اگر ما آرامش در زندگی خودمون میخوایم، اگر میخوایم که همه چیز برای ما مفهوم پیدا بکنه، به شالوم خداوند اطمینان بکنیم، اعتماد بکنیم که خدایی که ما رو آفریده برای ما آرامش میخواد، برای ما حیاتی نیکو میخواد، توو رو برای ما در نظر داره. اون توو در خداوند هست، اون شالوم در خداوند هست. وقتی میگیم شهر آرامش، یعر شلوم
یروشلایم یعنی شهر آرامش، میگه اگر در اورشلیم خدا آرامش باشه بقیه دنیا هم درش آرامش هست، چون خدا نظرش بر روی اون سرزمین هست. ما همه این کلمات، همه این حروف، همه تورات رو میخونیم به خاطر اینکه این رو بفهمیم که اگر مصر اشتباه کرد میخواست یهودیان رو نابود بکنه، اگر هیتلر اشتباه کرد میخواست یهودیان رو نابود بکنه، اگر در تمام طول تاریخ یونانیا، رومیا با اینا جنگ داشتن، به خاطر این بود که تفکر اینها بر روی یهوه خدای آسمان بود و اونها تنها خدایی که میشناختن همون بود و گفتن که ما بر اساس تورات تو زندگی میکنیم. و وقتی دیگر مردمان میومدن و دخالت میکردن در این امر، اینجا تناقض پیش میومد. یونانیا میخواستن برهنه در میدانهای خودشون بدون و اینها با اون مخالفت میکردن و این بچه اختلاف میشد. رومیا میگفتن شما باید بیاین امپراتور ما رو بپذیرید و اون رو سجده بکنید. اونا میگفتن نه، ما یک خدا داریم، به اون وفاداریم. و خدا هم هرگز کوتاه نیامد، پشت اونا وایساد، گرچه در مواقعی اومد کسانی رو مثلا نبوکدنصری که یه بابلی بود، زبون نفهم بود، اوورد اینا رو سرشون بلا آورد. خب ولی نهایتا وقتی اونا اطاعت کردن، وقتی دوباره در غربت سنگاگ تشکیل دادن، یعنی هر 10 خانوار جمع شدن گفتن ما معبد نداریم، بیاید دور هم جمع بشیم خدا رو بپرستیم، این رو خدا محترم شمرد و اونا رو از اسارت اونها توسط سیروس هخامنشی بیرون آورد. گرچه خیلی هاشون در غربت موندن ولی کار خدا ادامه پیدا کرد. ببینید همیشه خداوند یک آب باریکه، یک جوی باریکی در این زمین داره. اینطور نیست که همه کلیساها بد باشن، اینطور نیست که همه جوامع دنیا بی خدا باشن، اینطور نیست که تمام جهان خدا رو ترک کرده باشن. همیشه خدا اون جوی باریک ایمان، اون جوی باریک قدوسیت خودش رو در زمین برقرار میکنه و نگه میداره و همون باعث میشه که این زمین آبیاری میشه و فعلا پابرجاست. زمانی که خدا دستش رو از روی زمین برداره نابودی هست. گرچه خدا با روح قدوس خودش به همه ما نزدیکه، در زندگی ما دخالت میکنه و ما مثل گلوبول‌های سرخ و قرمز هستیم که در پلازمای خون زندگی میکنیم. همونطور که پولس گفت در اوست که حیات و زندگی داریم و حرکت ما در او انجام میشه. امیدوارم که تمام این صحبت امروز ما بتونه برکتی برای فهم کلام باشه. ما امروز فقط به همین تت قناعت میکنیم، چون در جلسه بعد میخوایم یود رو حسابی بشکافیم. کلمات زیادی هستن که با یود شروع میشن و معانی خاصی دارن و عمیق‌تر هستن. ساعت امروز رو به دست خداوند میسپاریم و برای شما و خانواده‌تون شالوم خداوند رو آرزو دارم. ممنونم که گوش کردید. شالوم.